لئو دوباره به نیوکمپ برگشته. لیونل مسی توی صفحه اینستاگرام خودش با انتشار یه پست باعث شد که هواداری بارسلونا احساس غافلگیری و دلتنگی رو همزمان تجربه کنن. لئو شب گذشته بدون اطلاع رسانه‌ها و به صورت کاملا مخفیانه از نیوکمپ دیدن کرد. لئو توی این پست خودش که توی صفحش پین شده یه متن احساسی برای بارسلونا نوشته. اون گفت شب گذشته به جایی برگشتم که از صمیم قلبم دلم براش تنگ شده. جایی که در اون لحظاتی سرشار از شادی رو تجربه کردم. جایی که شما هواداری بارسلونا باعث شدید هزاران بار احساس خوشبختی کنم. امیدوارم فقط یه روز دیگه بتونم به بارسلونا برگردم، اما نه فقط برای خداحافظی، بلکه به عنوان یه بازیکن. من دلم میخواد یه خداحافظی داشته باشم توی بارسلونا، چیزی که هیچ وقت فرصتش برام پیش نیومد. و حالا توی اسپانیا شایعات دوباره شروع شدن. آیا مسی میخواد به بارسلونا برگرده؟ هنوز هیچ چیز مشخص نیست، اما یه چیزی کاملا روشنه. احساس مسی به بارسلونا همون چیزیه که از روز اول بود و تا روز آخرم باقی خواهد موند. شاید یه روزی برگرده، نه برای جام، نه برای توپ طلا، برای یه خداحافظی، چیزی که دنیا منتظرشه. اگه این محتوا رو دوست داشتی فکر کنم پیجم به دردت بخوره. خیلی مخلصیم. اون دوباره یه روزی برمیگرده. همه شما اینو خوب میدونید. لئو به بارسلونا برمیگرده.